عقیده بسیار مهم است. میخوایم که این را بیان کنیم و عقیده خدا مطابق از جور کنیم. یکی از اعمال بسیار مهم است. یک کتاب هم در این بار انتخاب کردیم به نام کتاب فتح المجید که شرح کتاب توحید است از امام محمد بن عبدالوهاب. و کتاب توحید نشته کرده، سرازی شرح کردن نواسیش عبدالرحمن بن حسن و مؤلفش است. بسیار کتاب خوب است در بخش عقیده. در ارتباط میخوایم که شروع کنیم عقیده توحید در روشنی قرآن، کلام الله و دستور الله و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم درک کنیم. اول شروع کتاب از بسم الله شده. بسم الله الرحمن الرحیم. معنای بسم الله را شما آسانش میگم میفهمین که هر کاری که انسان میکند خیر باشد باید به بسم الله شروع شود. کتاب الله که کلام الله از قرآن شما ببینیم به بسم الله شروع شده. شروع شدگی سم اول شکوات کنیم بسم الله الرحمن الرحیم نوشته است. بعد از والحمدلله است. در اینجا علما همیشه گپ خدا نه با بسم الله شروع میکنند. یک حدیث هم است درباره بسم الله، بعضی حسن گفته وره که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که کل امر ذی بال لا یبدأ فی بسم الله الرحمن فوقته. هر کاری که با برکت باشه و خیر باشه، یعنی مشروع باشه، آغاز نشود تو با بسم الله الرحمن الرحیم، وقته می باشه، یعنی به برکت می باشه. ابن سلام میگه والحدیث حسن، حدیث حسن است. ابو داود هم میره نقل کرده. ابن حبان از دو طریق آوردگی است. در ابن ماجه هم میره نقل، در کتاب خود آوردگی. دار قطنی هم آوردگی است. بسیار محدثین و اکثر علما میگن که به درجه حسن میرسه. بنان یعنی حدیث از اقسام صحیح میشه. بسم الله الرحمن الرحیم معنیش است که خاص به مدد الله، باقی از به معنی استعانت مدد میاد. خاص به مدد الله، ایت الله که رحمان و رحیم است شروع میکنیم. زیرا در هر کار اگر مدد الله، توفیق الله، عون الله نباشد، کمکش نباشه و کار نمیشه. به مدد و نصرت استعانت الله، ایتو اللهی که رحمان است، یعنی رحمان الله به معنی معبود بر حق، یعنی خاص به استعانت و مدد ذاتی که معبود است در کائنات، یعنی حقدار عبادت و بندگیش. یک صفت مهمش چیز که رحمان است، یعنی در دنیا نعمتها را به مؤمن و کافر بر انسان میده. رحیم است در آخرت به مؤمنین که جنتها را میده، در دنیا مصیبتها را دفع میکنه. با مدد الله که رحمان و رحیم است شروع میکنیم کتاب، آغاز میکنیم. این معنای آسان بسم الله است. الحمدلله، کتاب الان به الحمدلله شروع شدگی است. اینجا هم کتاب به الحمدلله آغاز شدگی است. الحمدلله یعنی تمام صفات الوهیت و خدایی لله مختص است برای الله. اصل حمد به معنایش صفت کردن یا کسی با گپ و به مون صفاتی که اختیاری داره، یعنی که صفات خوب داره تو صفاتش بیان میکنه. و در حق الله هم صفات کمال است، صفات الوهیت است که هیچ کس او صفت نداره، زیرا الله بر تخصیص است. الحمد تمام صفات کمال و الوهیت لله خاص است برای الله، از برای هیچ کس نیست. زیرا مثلا الله خالق است، رازق است، معبود است، همه صفات مختص به الله است. خب آسانترین معنایش اینمی است که حمد امیره ما معنا کردیم، اگر که در کتاب در توضیح زیاد داده است. خب خیر و باشه. و صلی الله علی محمد. بعد از در کتاب میگه که و صلی الله رحمت الله باد علی محمد با محمد و علی علی و خانوادش و سلم سلامتی باد تا جانب الله. یه اصل جمله دعایی است. صلی الله یعنی صحیح معنایش است که صلات الله علی عبدی، و رحمت الله و بندش که محمد است. و صلات الله میگه یعنی به بندش صفت کردن الله بنده خدا
در نزد ملائکه و دعا هم بعضی وقت اراده میشه. اینجا مثلا ما دعا میکنیم صلی الله، یعنی رحمت الله باد به نبیش و سلامتی باد به خانوادهش. زیرا در هر کار که درود هم باشد دعا قبول می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم دین را رساندگی به ما شما مستحق صلات است و الله در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای مؤمنین با پیامبر درود بگوین و سلامتی یعنی رحمت الله را تقاضا کنین، سلامتی را تقاضا کنین، دعا بکنین. دعا می از طریق صلات میشه. کتاب توحیدی، این کتاب توحید باز سرش آورده کیست. کتاب با معنای از کتب یکتب کتبن کتابتن گرفته شده با معنای جمع است. مثلا کتیبه میگه، کتیبه فلان، کتیبه به معنای جماعت میاد. این هم کتاب میگه به خاطر که در کلمات الفاظ جملات است که بسیار معانی بزرگ دلالت میکنه. کتاب توحید یعنی همین چیزی که بیان میشود جمع کننده عقیده توحید است. یعنی در این کتاب احکامات و عقاید توحید بیان میشود که اولین چیزی که انسان به اون مکلف است و فرض است به بالای یک انسان و کسی که مخصوصا مسلمان عقیده توحید است که را بفهمه. خب در کتاب باز میوه توحید و نوام توحید فی المعرفة والاثبات وهو توحید الربوبیت والاسماء والصفات وتوحید في الطلب والقصد وهو توحید الالهیة والعباده. دو نوع توحید است. یک توحید در معرفت اثبات است که الله را بشناسیم و ثابت بکنیم برش کدام صفاتی که داره، کدام اسمایی که داره و کدام است. تعریف در معرفت اثبات. دوم و توحید فی الطلب والقصد، توحید در طلب و قصد یعنی اراده و طلب کردن احکام از انسان، یعنی الله را واحد دانستن در دعا خواستن، در عبادت اینا. توحید در معرفت اثبات می و هو توحید الربوبیت والاسماء والصفات. این توحید ربوبیت است، الله را با رب بودنش شناختن و ایمان آوردن. و اسماء الله را، صفات الله را بشناسی و او را بر الله ثابت بسازی، یقین بکنی. و توحید در طلب و قصد است که او کدام است؟ و هو توحید الالهیت والعباده. و توحید الهیت است که الله را معبود و واحد بدانی، اله در کائنات که حقدار عبادت است، که همه عاجزی و محبت و خضوع و خشوع به او شود و از هر حکمش اطاعت شود، از هر دستور و قانونش. این توحید در طلب و قصد میگه. هدفتون فقط الله باشه، دیگه کس نباشه. خب به خاطر تایید این گپ علامه ابن قیم که از علمای بزرگ است قرن 8 از الله یاد میکنه. ای صاحب کتاب می قال علامه ابن القیم رحمه الله عبدالرحمن ابن حسن که مصنف کتاب فتح المجید می قال علامه ابن القیم رحمه الله. علامه ابن قیم رحمه الله میگوید و اما توحید الذی دعت الیه الرسل و نزلت به الکتب فهو نوعان. توحیدی که دعوت داده بود به همه انبیا، یعنی ما شما میگیم 1,24,000 نبی، در یک حدیث از بعضی برسایی گفته بعضی ضعیف یا کم زیادی که آمده، یعنی بیش از 1,00,000 نبی که به او دعوت داده است و نزلت به الکتب، تماما کتاب‌های آسمانی 4 کتاب و دیگران نازل شده است. اینمی توحید میفهو نوعانه، دو قسم است. توحید فی المعرفت و الاثبات، یکی توحید در شناخت و اثبات الله و صفاتش، و توحید فی الطلب و القصد، دوم توحید در طلب و قصد است. اولش که توحید در معرفت و اثبات است، هو اثبات حقیقت ذات الرب تعالی. اثبات چه معنی؟ یعنی ثابت ساختن حقیقت ذات رب، ذات رب که خالق کائنات است، این را ثابت بسازی، یعنی باور بکنی، یقین بکنی که الله وجود داره، خالق کائنات است، رازق است، مالک است. و صفات الله را ثابت بسازی و افعالش و مو قسمی که الله داره، مو قسم کارهایی که الله میکنه، اسما و نامهای الله را، یعنی این را یقین باور کنی. و تکلمه بکتبی، گپ زدن الله که توسط کتابای آسمانی گپ زده با مخلوقاتش. و تکلیمه لمن شاء من عباده، و دیگه ای که
گپ زدن الله متعال با او کسایی که خواستگی از بندهش، یعنی با انبیا علیه السلام مستقیم هم گپ زد، مثل با موسی علیه السلام و با بعض پیامبران. و اثبات عموم قضای و قدرتی و حکمتی، ثابت ساختن تمام قضا و فیصله الله، قدرت و حکمتش. در هر کار الله حکمت ها وجود داره. اینی چیزا را که برای الله ثابت ساختی، ذات رب، صفات افعالش، تکلمش، گپ زدنش در کتابای آسمانی، گپ زدنش با بنده هایش، با انبیا علیه السلام، قضا و قدرت الله را، اینی را توحید در معرفت و اثبات میگه. بعد از میگه وقد افصل قرآن هذا جد الافصاحی، قرآن میگه ایره بسیار واضح بیان کرده کسی نوع توحید در معرفت، یعنی شناخت صفات الله و قدرت و یایش بسیار گفت. مثل در اول سورت الحدید آمدگیست که در قرآن میاد که سورت حدیده که ما شما ببینیم در اوجه بیان میکند اولین آیاتش. و در سورت طه میاد می سورت حدیده ما براتون نشان بدم. در سورة الحدید که در سوره در آخرای در سپاره چند است که سپاره 27 است. سورة الحدید در سپاره 27 و سوره 57 است. در اینجا الله می سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبح لله ما فی السماوات، یعنی پاکی بیان میکند از برای الله آنچه که در آسمان و زمین است. الله عزیز است، حکیم است. و باز می له ملک السماوات والارض، خواهد در اختیار الله است تمام آنچه که در آسمان و زمین است. یعنی اختیارات آسمان و زمین و هر آنچه که است پیش الله. یحیی، حیات میته و یمیت، و مرگ میره، و هو علی کل شیء قدیر، و الله به هر چیز قدرت داره. سعی کنیم این نوع توحید در معرفت اثبات الله در اینجا بیان میکنه. هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. خاص الله که از اول است، یعنی از ازل الله بود، هیچ چیز نبود. والآخر و آخر است، همه چیز فنا میشه، الله باقی است. و ظاهر و ظاهر است، از نگاه دلایل اینا ما الله را میبینیم. و الباطن و قدرت و اینش باطن است که ذاتش دیده نمیشه بچه. او بكل شیء علیم، الله به هر چیز عالم است، هیچ چیز از علمش بیرون نیست. و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. سیکن آیت 4 خاص الله آن ذات است که آسمان و زمین پیدا کرده. اینجا سیکن افعال الله را میگه که خلق است. فی 6 ایام، در 6 روز. ثم استوى على العرش، بعد مستوی و برابر شد و بالای عرش. خوبی این آیت ها استوى على العرش باز پسان بیان میکنه تفصیلی. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، الله میدونه آنچه که در زمین داخل میشه، آنچه که بیرون میشه. این چیزی که علمیتش، یک صفتش علمه. و ما ینزل من السماء، آنچه که از آسمان پایین میشه، و ما یعرج فی، آنچه که بلند میشه. یعنی هر آنچه که تا بالا میشه، هر چیزی که هست الله به علم داره. و هو معکم اینما کنتم، الله با همراه شما هر جایی که باشید. علم و قدرتش هست، یعنی از معیت الله با علم و قدرت بیرون نمیشین. والله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین بصیر است، میبینه. این سعی کنین اینی توحید در معرفت اثباته، اینی صفت ها را بیان کرده الله. در سوره طه می طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. در اون جمع امی صفت ها را بیان میکنه، مثل امی مشابه سوره حدید بیان میکنه. و امی قسم در سورة آخر حشر مثلا هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. در اونجا ببینین صفتای الله، صفات خدا بیان میکند که عالم است، بانچه که پوشیده است، آشکارا است، رحمان است، رحیم است، ملک است، قدوس است، پاک است، سلام است، خود سلامت از دیگر را سلامتی میده.
مؤمن امن دهنده است، مهیمن است، نگهبان است، عزیز است، قدرتمند است، جبار است، قانون گذار است، یعنی به قانون دیگه کس محتاج نیست، متکبر، صاحب عظمت است. اول تنزیل سجده الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین. در اینجا ببینید الله صفات خدا بیان کنه. اول آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. سورة اخلاص بکمالها. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بگوی پیامبر الله واحد است، تنها. الله الصمد بی‌نیاز است، محتاج به مخلوق نیست. همه مخلوق به الله محتاج است، حاجات خدا را پیش میکنن به الله. لم یلد، بچه اولاد نداره، ولم یولد، پدر نداره، ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس هم مانندش نیست. یعنی صرف در اینجا خود نام گرفتم، من بعضی سوره ها را گفتم به خاطر که بازی تفصیلش میاد، یعنی کم کم بیانش. این توحید در معرفت اثبات میگه. دوم نوش که توحید در طلب اراده است، ما تضمنته سوره قل یا الکافرون. میگه همون چیزی است که ایره شامل میشه سوره قل یا ایها الکافرون، یعنی امر و نهی الله. قل بگوی پیامبر یا ایها الکافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، ما عبادت نمیکنیم چیزی را که شما عبادت میکنید. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، و ما شما نیستین که عبادت کنین و ذاتی را که ما عبادت میکنم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. ما معبودای شما را که چیزی انسان عبادت میکنه، یا در دنیا میبینین چیزی بت عبادت میکنه، چیزی حیوانا را عبادت میکنه، چیزی ستاره ها را عبادت میکنه، چیزی هر مخلوق، چیزی پادشاه را، چیزی رهبر را. الله پیامبر میگه که این کفر کافر هستین شما، غیر از الله دیگه چیز عبادت کردین، اطاعت مطلق کردین، از ایمان بیرون هستین. و در قول الله تعالی در سورت آل عمران آیت 64 الله میگه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم. بگوی اهل کتاب، اهل کتاب یهود نصارا، یهودیا الله کتاب تورات برشان نازل کرده، نصرانیا یا نصارا حال عیسویا که میگن خودشان نام خدا نه، برای زینا انجیل الله نازل کرده بود. پس آن یا کافر شدن به کتاب خودمون، به همه کتاب‌های آسمانی، و تغییرات دادن کتاب خدا را. پیش خود بسیار چیزا را داخل کردن، شرکیات را داخل کردن، کفریات را داخل کردن. الله می یقول بگوی پیامبر ای اهل کتاب یهود نصارا تعالوا بیاین الی کلمة، به کلمه و جملات احکام سواء بیننا و بینکم، که برابر در بین ما و شما. الله نعبد الا الله، که عبادت نمی کنیم بغیر از الله، یعنی بغیر از الله هیچ چیزی را عبادت نمی کنیم. یعنی سعی کنیم که این یعنی توحید در الهیت الله، یعنی معبود بودنش، الوهی عبادت. غیر از الله کسی را عبادت نمی کنیم، هیچ کسی را، نه سنگ، نه چوب، نه انسان، نه رهبر. ولا نشرک به شیء، شریک نمی کنیم با الله هیچ چیزی را. همین حالا ببین هر کسی یک چیزی را عبادت میکنه. این دو میگه معبودای ما با میلیون ها هست، یعنی از میلیون هم بالاست تعدادش خدایش. الله میگه که اگر شما کتاب الله را قبول دارین، دو خوی شرک کفر رد شده، هیچ کسی را شریک نمی کنیم، هیچ چیزی را به امر الله. ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله، نگیرد بعض ما انسان ها بعض دیگه انسان ها را اربابا، معبودان، خدایان، فرمان روا، من دون الله، بغیر از الله. چه که این شرک در یهود نصارا بود که رهبرای خدا را عبادت میکردن و علمای خدا را. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. سکت سورت توبه میاد. احبار یعنی علمای کلان، رهبان پیرای خدا را عبادت میکردن. پیر و رهبر علمایشان یک چیز حلال میکرد، حلال میگفتن، حرام میکرد، حرام میگفتن. یعنی یک چیزی را که الله حرام کرده بود، اگه علما و رهبرایشان میگفت حلال است، میگفتن صحیح است. یک چیزی را که الله حرام کرده، اگه اونا حلال میگفتن یا قبول میکنن. چیزی را که الله حرام کرده علمایشان، چیزی را که الله حلال کرده علمایشان تحریم میکرد یا قبول میکردن. این شرک یعنی انسان پرستی بود، رهبر پرستی بود، تنظیم پرستی و گروه قبیله پرستی در اینا بود. الله اینا و شرکشان گفت که نگیره بعض ما بعض دیگر رب بغیر از الله.
فین تولوا اگر اعراض کردین شما فقولوا بگوین اشهدوا بأننا مسلمون، گواه شوین شما بأننا مسلمون که یقینا ما مسلمان هستیم. یعنی ما چیستیم؟ تابعدار حکم الله هستیم که غیر از الله دیگه کسی عبادت نمیکنیم، کسی با امر الله شریک نمیکنیم، کدام رهبر اطاعت و فرمانبرداری مطلق نمیکنیم. رهبر خوب عالم است، اگر گپش مطابق کتاب الله بود، مطابق سنت احادیث پیامبر بود، هدایت پیامبر بود، قبول میشه، اگر نبود نه. دید سورة آل عمران است. و اول سورة تنزیل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، سورة سجده را میگه و آخرش دوام بیان کردگی است. و اول سورة مومن و وسطش و آخرش در سورة مومن یا سورة غافر آلوار نمیگیم، یک نمونه کفایت میکنه. و در اول سورة اعراف الله بیان کردگی است که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، آن چیزی که الله نازل کرده، احکام، قوانین، دستور، او را تابعداری کنین. ولا تتبعوا من دونه، و غیر از حکم الله ما انزل الله قرآن حدیث تابعداری نکنین، و غیر از اولیاء دیگه معبودا و خدایا و انسانا و مخلوقات. قلیلا ما تذکرون، یعنی در سورة اعراف میاد و در آخرش و جمله تمام سورة انعام یعنی احکام که از امر و نهی. غالب یعنی سور القرآن، اکثریت سورای قرآن یعنی همی توحید در عبادت و الوهیت بیان می شود، یا توحید ارادی و قصد، بلکه کل سور فی القرآن فی متضمن لنواحی التوحید. هر سوره که در قرآن متضمن هر دو نوع توحید است، هم توحید معرفت شناخت، هم توحید طلب و اراده. شاهدتون به هدایت لی، می گواهی میته قرآن، دعوت میته مردم به می توحید. چرا؟ زیرا دلیل میگه به فین القرآن ما خبر عن الله و اسماء و صفات و افعال و اقوالی، زیرا قرآن یا خبر میته از الله و اسماء الله و صفات الله و افعال کارهایی که الله کردگی است و سخنهای دستوراتش، از این خبر میته. فهو توحید العلمی خبری، یا توحید علمی خبری گفته میشه که یا توحید معرفت. و اما دعوت الی عبادت، یا دعوت میته به عبادت خود الله وحده که تنهاست، لا شریک له، شریک نداره. و خلق ما یعبد من دونی، و دور کردن آنچه که عبادت میشه بغیر از الله، که از او خدا بکشین، بیرون شوین، غیر الله را عبادت نکنین. فهو توحید الارادی الطلبی، توحید ارادی الطلبی که طلب شدگی از جانب الله. امر و نهیش است. و اما امر و نهی، یا امر است و نهی است، یعنی امر میکنه الله ای کار بکنین، ای کار نکنین. چقدر قوانین است توسط امر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. نهی است ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا، یعنی و الزام به طاعت و امر و نهی. یا الزام است یعنی ملزم کردن به طاعتش، فقط طاعت و فرمان برداری حکم الله را کنین، قانون الله را، امرش و نهی الله را، آنچه که الله منع میکند از وی اطاعت کنین. فهو حقوق التوحید، این حقوق توحید و مکملات توحید، یعنی تکمیل کننده توحید است. این دو نوع، یا ای که قرآن که میبینی سیو میشید، و اما خبرون عن اکرام اهل التوحید، خبر میته از عزت دادن اهل توحید. کسی که اهل توحید است یعنی به چیزا عمل میکنه، عقیده میکنه، الله اینا را عزت میکنه در دنیا. و ما فعل بهم فی دنیا، آنچه که در دنیا با عمره از اینا میشه، یعنی که نعمتهای دنیا برشان داده میشه. و ما یکرمهم به فی الاخره، آنچه که الله یار عزت میکنه در آخر جنت ها است، نجات دادن از عذاب ها، عذاب قبر است، عذاب قیامت است، 50,000 سال است، یک روز قیامت. و همی تو جهنم است که هیچ ختم نمیشه عمرش. و جزای توحید، جزای توحید است، یعنی کسی که اهل عقیده است این بدله است بر از اونا، الله عوض میته برشان، اهل توحید. پس فکر کنین کل قرآن که از دیگه از اهل توحید. ما خبرن اهل شرک و ما فعل بهم فی دنیا من النکال، یا خبر میته الله متعال از اهل شرک در قرآن. اهل شرک مشرکین که مخلوقات عبادت میکنه، چیز بت، چیز قبر، چیز پیامبر عبادت میکنه، چیز آفتاب و مهتاب، ستاره، حیوانات، هر چیز، رهبرا و هر کس یک چیز عبادت میکنه. و ما فعل بهم فی دنیا، و آنچه که به امر از اینا در دنیا میشه، الله در دنیا اینا رو جزا میده. قلبشان پریشان میباشه، زندگیشان تنگ میباشه،
من النکال عذابها و ما یحل بهم فی العقبه، و آنچه که به بالای اینا واقع میشد در روز قیامت، من العذاب، عذاب یعنی عذابهای مختلف به اهل شرک است، کسایی که مشرک هستند. فوجزا من خرج عن حکم التوحید، این جزای کسایی است که بیرون میشد از حکم توحید، از قانون، از حکم توحید بیرون میشوند. این جزای از اوناست که از دستورات توحید بیرون میشوند که عذابهای دائمی است در دنیا و آخرت. فالقرآن کله فی التوحید، پس می قرآن کلش در عقیده توحید است و حقوق توحید و جزایش و فی شأن شرک، و در باره اهل شرک گپ میزند و اهلی و کسایی که مشرکین هستند و جزای سزای زینا، مجازاتشان، عذابهایشان. این حالی یعنی انتهایی گپای کی بود؟ علامه ابن قیم. باز میگه قال شیخ الاسلام ابن تیمیه الحرانی، بسیار یک شیخ کلان است که در قرن 7 شده، عالم قرن 7 بود و آخرای شروع 8 شده، قرن 8 حال ما قرن 15 اسلام است. بسیار خدمت کرده به اسلام و مسلمان ها، در وقت مشکلات هم بود. شیخ الاسلام میگن ایرانی، ماشاءالله بسیار در علمیت و در عمل و تقوی همه بسیار بلند بود. میگه التوحید الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهیه لله وحده به یشهد ان لا اله الا الله لا یعبد الا اياه. یعنی شیخ الاسلام میگه توحیدی که به انبیا آمدگی است، این شامل میشود اثبات الهیت، ثابت کردن معبود بودن لله از برای الله، معبود فقط الله است، عبادت مختص به الله است، وحده تنها الله عبادت شد. چه قسم بیا یشهد الله اله الا الله، گواهی به اعلان بکنه، عقیده بکند که غیر از الله دیگه حقدار عبادت، بندگی، اطاعت، رکوع، سجده، مدد خواستن، استعانت خواستن، اطاعت مطلق کردن در کائنات وجود نداره غیر از این. الله اله یعنی ذاتی که او عبادت شود یا قانونش اطاعت شود بغیر از الله نیست. لا یعبد الا اياه، عبادت نمیشود مگر فقط الله، دیگه هیچ کس عبادت نشود. ولا یتوکل الا علیه، توکل نمیشه مگر به الله، یعنی اعتماد کامل، خود را سپاریدن به الله میشه، به دیگه کس خود نسپاری، به دیگه کس اعتماد نکنی که یعنی به درجه ازی که همه مشکل من حل میکنه. ولا یوالا الا له، دوستی نمیشود با کسی مگر به خاطر الله. کسی را که دوست میداری باید به خاطر الله باشه، نه به خاطر مالش، نه به خاطر پولش، نه به خاطر بعضی نعمتهای ظاهری که الله برش داده. ولا یعاد الا فی، دشمنی یا ولا یعادی، دشمنی نمیشود الا فی مگر به خاطر الله میشه. کسی را که بد میبری به خاطر بد نبری که بگوی قوم خوب نداره یا مال نداره یا سرمایه نداره، چهره خوب نداره یا رنگ نداره، بلکه به خاطر الله که مثلا عقیدش خراب است، عملش خراب است. بازو فرق میکنه، اگه کافر بود بخیر رابطه نداره، اگه مسلمان بود برای هدایتش کار میکنی، برش دعا میکنی، دعای هدایت میکنی. یعنی کسی را که بد میبری به خاطر جنس و قوم و مکان و کشور و رنگ و گپا نباشه. این عقیده توحید میگه. سعی کنین این کلش آیات هست تا در باره حدیث است. ولا یعمل الا لاجل، عمل نمیشود یک عمل نیک مگر به خاطر الله. هر عملی که میکنی به خاطر الله باشه، اگر به خاطر مخلوق کردی باز قبول نمیشه. عقیده توحید همیشه که به خاطر الله عمل بکنی. صدقه میکنی، با کسی نیکی میکنی، خنده میکنی به خاطر الله باشه، یعنی نماز میخوانی، روزه میگیری، حج میکنی، قرآن میخوانی، جهاد میکنی، هر عملت به خاطر الله باشه، غیر از قبول نیست. و ذلك يتضمن اثبات ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات، میگه شامل میشد اثبات آن چیزی که الله بر خود ثابت کرده است به ذات خود از اسماء و صفات. یعنی این هم شامل میشود. با دلایل می وقال تعالی، الله می فرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، اله شما، معبود شما که حقدار عبادت و بندگی و اطاعت است، قانون ازیر اطاعت کنین. اله واحد، یک معبود است، 2 تا نیست، 100 تا نیست، 5 تا نیست، 1000 تا نیست، لگ نیست. لا اله الا هو نیست، حقدار عبادت و بندگی و اطاعت الله مگر یک ذات است که الله الرحمن، این تو ذات است که رحمان است، در دنیا نعمت‌ها را میته، رحیم است، در آخرت هم جنت‌ها را میته. سورة بقره آیت 163 الله ای را می فرماید
و همین قسم می فرماید که قال الله تعالی در سورة نحل آیت 51 لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإياي فرهبون. لا تتخذوا نگیرین انسان ها جور نکنین عقیده نکنین الهین دو معبود دو حاجت روا دو مشکل کشا اثنین دو دانه انما کلمه حصر است نیست هیچ معبود مگری که هو الله است اله واحد که یک معبود برحق است که حقدار عبادت بندگی است فإیاي فرهبون. بس خاص از ما بترسین یعنی به درجه اولویت که می ترسین از عذاب ما بترسین. دیگه کسی انسانی تو عذاب داده نمیتونه عذاب دائمی در دنیا اگر کسی عذاب میت ختم میشه عذاب الله بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکنه. یعنی خاص از ما بترسین چه معنی شرک نکنین دو اله عبادت دو دانه عزیز یادش خب بخی شرک کلان است سعی کنین یعنی توحید اولویت یا عبادت شامل میشه. دیگه آیت در سورت مومنین آیت 117 الله میفرماید وقال او من یدعو مع الله اله آخر هر کسی که عبادت کنه فریاد بکنه مع الله با امر الله اله آخر دیگه معبود حاجت روا گفت مشکل کشا قانون گذار گفت عبادت کرد گفت هر کس میتونه یعنی مطلق حلال حرام کنه لا برهان له نیست دلیل از برای الله میگه دلیل نداره این از تابعداری خواهشات خدا کرده فإنما حساب عند ربی یقینا حساب ازی به نزد رب شد یعنی الله با امر ازی حساب میکنه. دیگه کس قانون گذار جور کردی زنده باد مرده باد گفتی پشت ازو دویدی در حالی که مخالف الله دستور میته و قانون جور میکنه. الله میگه ما با امر ازی حساب میکنه. انه لا یفلح الکافرون و اینجا میگه کافر است بدون شک کامیاب نمیشه کافرها یعنی کافر است الله کافر کامیاب نمیکنه چه معنی در جهنم میپرته از آتش دائمی جهنم نجات نمیافته. سورة زخرف آیت 45 الله میفرماید وقال تعالی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا جعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. حتی میگه که یعنی دین همه انبیا توحید بوده توحید در عبادت همین توحید در معرفت و در عبادت. واسأل سوال بکنی پیامبر من ارسلنا من قبلك من رسولنا من از او کسایی که ما فرستادیم پیش از تو از انبیا یعنی انبیای گذشته را پرسان کن و حضور نداشتن کتابایشان را ببین علمشان را ببین. اجعلنا یا ما تعیین کرده بودیم من دون الله من دون الرحمن بغیر از رحمان ذات آلهة دیگه خدا دیگه معبودا بود یا بدون که اونها عبادت شون و اطاعت شون غیر از الله. الله میگه ما گفته بودیم دیگه کس عبادت کنین دیگه کس حاجت روا مشکل کشا بدانین و دیگه کس توکل کنین دیگه کس مدد بخواین دیگه قانون اطاعت بکنین. یعنی معنایش است که دین تمام انبیا قانون نظامی که همه انبیا آوردن و نمو توحید بوده که یک ذات عبادت کنین یک ذات اطاعت کنین به یک ذات سجده بکنین از یک ذات که الله مدد بخواین و مشکل کشا و حاجت روایتان یک ذات بتانین قانون گذار در زندگیتان یک ذات بتانین. این کل دین کل انبیا بوده. و اخبر عن کل نبی من الانبیاء سکم خبر میته الله از هر نبی از انبیا تمام پیامبرا بیش از یک لک انهم دعوا الناس الى عبادت الله وحده لا شریک له که تمام انبیا دعوت دادن مردم به عبادت الله که یک ذات عبادت اطاعت کنه وحده که تنها شریک نداره در عبادت خود الله دیگه کس شریک نکرده که از او مدد بخواین قانون او را اطاعت کنین. یعنی دین کل انبیا چی بوده؟ همی بوده که توحید در عبادت اطاعت مختص با الله کنید. باز از ابراهیم علیه السلام دلیل میاره که هم یعنی ابراهیم علیه السلام پیامبره است که همه دیگه انبیا دولادی ازی آمدگی است. یکی از پیامبرای مشهور است که یهود نصارا میره قبول داره یعنی تا پیامبریش میپذیره که ایام آدم خوب بوده پیامبر بوده. سورة ممتحنه آیت 4 قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني سيكون در سورة ممتحنه الله میگه قد كان بدون شك أصلكم از برای شما مسلمانان أسوة حسنة تابعداری نیک یعنی اسوه سرمشق زندگی براتون که خوب تابعداری کنین
مقتدا فی ابراهیم درباره ابراهیم پیامبر بسیار بنده خاص الله بود و اتخذ الله ابراهیم خلیل، الله را دوست خاص خود گرفت. یعنی اوج توحید در وجودش بود، مردم به عقیده توحید نظام توحید دعوت میداد، به خاطر عقیده توحید بسیار قربانی داد، حتی از جان خود، از اولاد خود، از فامیل خود تیر شد، از مال خود تیر شد. والذین معه، کسایی که به همراه ابراهیم بود، یعنی کسایی که به همراهش ایمان آورد. از این فهمیده میشه که مؤمنین هم بودن. اسقال وقتی که گفتن ابراهیم به همراه تابعدارایش، مؤمنین هم وقت، مسلمانای هم وقت چی گفتن؟ لقوم از برای قومشان، خیشایشان بود. حتی ابراهیم پدر خدا گفت این براء منکم، بدون شک ما بیزار هستیم از شما، یعنی ما جدا هستیم از عقیده که شما دارین، ما نفرت داریم از شما و عقیدتان. اگر که پدرشان بود، برادرشان بود، بعضی هم مادرشان بود، بعضی هم خواهرشان بود، ولی عقیده شرک داشتن، ما بیزار هستیم، جدا هستیم، نفرت داریم. و مما تعبدون من دون الله، از شما و کسانی که عبادت میکنین بغیر از الله، کسانی که بغیر از الله عبادت میکنین از وام نفرت داریم. معبودایتان، خدایایتان، اگر بت است، رهبرا است، باچه‌ها است، هر کسی که است. کفرنا بکم، منکر هستیم ما به شما، کافر هستیم، یعنی قبول نداریم عقیده‌تان، باورهایتان، اعمالتان. یعنی باید سعی کنین توحیدی را میگه که از کافر و معبودش نظامش چی کنیم؟ منکر شوی. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، آشکارا شدگی ظاهر شده سکمه در بین ما و شما دشمنی و بغض. دشمنی ظاهری است، بغض قلبا شما را نفرت میبره. اگر کافر بیدینم مشرک قلبا بد نبری، ایمانت میره. و ای کفرت امی نفرتت اظهارم بکو در صورتی که میتانستی خطر نباشد. اگر جان خطر باشه خود جایز است، خطر قوم که آشکارا کنی، یعنی ابدا، یعنی دائم ما شما رو نفرت داریم. که ابراهیم علیه السلام پدر خدا گفت و اسقال ابراهیم لیابیه در سورت انعام، وقتی گفت ابراهیم از برای پدرش آزر پدرش بود، پدر چقدر حق داره. ولی زمانی که دین الله، از قانون الله بیرون شد، چه گفتش؟ این یاراک و قومک فی ضلال مبین، ما میبینم تو را و قوم تو را در گمراهی آشکارا. گفت تو گمراهی پدر، تو عقیده را داری. گفت که قال اینی مهاجر الی ربی، من هجرت میکنم. پدرش گفت که وهجرنی ملیا، راغب من انت آلیهتی، خدای ما را قبول نداری، عقیده ما معبود ما را قبول نداری، وهجرنی ملیا، ما را بسیار زمانه ترک. ابراهیم علیه السلام ترکت میکنم، پدر ترکت، قوم ترکت. حالا میگه قوم است، پدرم است، مادر جانم است. مادر جان پدر جان عقیدهش خراب است، به خاطر از این عقیدهش قبول میکنه. یکی است که یعنی از اون متاثر میشه، یکی است که به همراهش از به خاطر اصلاحش کار میکنه و او هم کار با این نداره. او خیر، او را مقصد دنیا نگاه کنه. نه، یکی است که او میخواه به دین خود را دعوت کنه و عقیده از او را قبول میکنه که پدر جان از حق داره. این کفر شرک است. میگه گفت که ما به دشمنی آشکارا شدگی است. ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه شما ایمان بیارین، عقیده بکنین به الله وحده و که تنها است، در ذاتش تنها، در صفاتش و در عبادت تنها یک ذات عبادت و اطاعت کنین. وقال عن المشرکین، از مشرکین میگه الله یاد میکند در دیگه آیت سورة صافات آیت 35-36، انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون و یقولون انا لتارک آلهتنا لشاعر مجنون. و انهم كانوا یقینا بودن این مشرکین اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشد لا اله الا الله، نیست حقدار عبادت بغیر از الله هیچ کسی، یعنی هیچ کسی عبادت اطاعت نکنین بغیر از الله، یستکبرون، استکبار میکنن، یعنی خود کلان میشماریدن، تکبر میکنن، نمیپذیرفتن، قبول نمیکردن، میفتن نیره قبول نداره. چرا؟ این دیگه خدایی که ما جور کردیم می چطوره؟ و یقولون میگفتن اینا لتارکو، اینا همزه سوال بر انکاره، آیا ما بدون شک لتارکو حتمی ترک بکنیم، اعلا بتیم آلهتنا، معبودای خدا، خداهای خدا، لشاعر مجنون، به خاطر گپای یک شاعر. سگ پیامبر شاعر میگفتن مجنون دیوانه، این خود دیوانه است. میگه خدا را مشرکین مکه 360 خدا را جور کرده بودن، بتا را عبادت میکردن. این 360 خداهای خدا اعلا بتیم به خاطر یک آدم شاعر و دیوانه، یعنی امکان نداره. یعنی الله میگه که وقتی که میگفتی لا اله الا الله، اینا تکبر میکنه. از چی فهمیده میشه که توحید در عبادت یا توحید ارادی،
قصدی ارادی که گفتیم نه، توحید در عبادت الوهیتی بسیار مهم است. ورد فی القرآن کثیر، این در قرآن این آیات واقعا زیاد است که غیر باز انشاءالله جای با جای می آید. مثلا می دونه توحید بود، بعد از این میگه ولیس المراد بالتوحید مجرد توحید ربوبیه. هدف از توحید یعنی کسی عقیده که داشته تنها توحید ربوبیت نیست، کسی او را داشته باشه مسلمان شود، نه، تا وقتی که توحید عبادت در زندگیش نبید، توحید الوهیت نبید که الله را در عبادت یکی ندانه، در قانونگذاری یکی ندانه، خودم مکلف و مسئول در برابر حکم الله ندانه، این مسلمان شده نمیتونه، این مؤمن نیست، این موحد نیست. این انشاءالله دیگر رو بیان میکنم. الله متعال توفیق عمل نصیب کنه که عقیده خود درست یاد بگیریم. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.